قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رابطه مستقیمی است بین وفور نعمت و بین شکر و سپاس و طاعت و عبادت و فرمانبری انسان. در آن جامعه‌ای که طاعت و عبادت و تقوا حاکم باشه، بدون شک آن جامعه از رحمت و لطف و کرم و مرحمت الهی برخوردار خواهند بود. رابطه مستقیمی است بین ناشکری و ناسپاسی و گناه و سلب نعمت. جامعه‌ای که به فساد کشیده بشه، جامعه‌ای که ملتش و مردمش از طاعت و عبادت خداوند غافل بشند، خداوند نعمت‌های خود را از آنان سلب می‌کنه. به تعبیر دیگر که تعبیر قرآن مجیده، خداوند در قرآن مجید می‌فرمایند شما ای بندگان دچار هر درد و رنج و مصیبت و بلایی که بشید، بدانید که اون درد و رنج و بلا و مصیبت بازتاب عمل خود شماست و اون در حالی است که پروردگار از خیلی از گناهان شما چشم می‌پوشد و خیلی از گناهان شما را بدون مجازات می‌گذارد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. به این همون مطلبی است که خداوند با صراحت تمام در قرآن مجید بدان اشاره دارد و باز در سوره مبارکه انفال این آیه را ما تلاوت می‌کنیم که خداوند می‌فرمایند پروردگار وقتی نعمتی را به بندگانش داد، آن نعمت را از آنان سلب نمی‌کنه مگر اینکه خود بندگان بیان آن نعمت را سلب کنند و آن نعمت را از بین ببرند. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. حتى يغيروا ما بأنفسهم. پس اونجایی که ما سلب نعمت را مشاهده می‌کنیم، اونجایی که می‌بینیم پروردگار برخی از نعمت‌هایی که به بندگانش داده بوده اون نعمت‌ها را گرفته، فوراً مردمان اون منطقه یا اون جامعه و اون افراد را باید مقصر بشناسیم که این درد و رنج و بلا و مصیبت نتیجه و ثمره و بازتاب گناه خودشونه. گناه سبب بی ایمانی انسان میشه و این یکی از خطرناکترین نتایج شوم گناه که گناه میاد انسان را از ایمان بری میکنه. چگونه؟ گناه دارای زنگار و رسوباتیه که وقتی انسان اون گناه را مرتکب میشه، آن زنگار و اون رسوبات در دل گناهکار نقش میبنده و در این باره رسول اکرم علیه السلام میفرمایند ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبه نکته سوداء. آن زمانی که بنده گناه کنه، به مجرد گناه کردنش در قلبش
نقطه سیاهی نقش می‌بندد. پس فرمودند اگر از اون گناه توبه کردند، اگر بر اون گناه اصرار نورزیدند و دست از اون گناه شستند و به سوی خدا بازگشتند، قلبش پاک می‌گردد. اگر بر گناه اصرار ورزیدند، نکته ها بیشتر می‌گردد تا جایی که دیگر گناه و زنگار و رسوب گناه دلش را تیره و تباه می‌کنه. و این وحشتناکترین حالتی است که بنده به اون میرسه، بنده ای که دیگه قلبش بی‌نور شد، قلبش به دلیل گناه کردن تباه و تیره و سیاه شده، دیگه مشکل بازگشتنش به سوی حق، دیگه مشکل میتونه خود را از اسارت گناه خلاص کنه و به سوی خدا بازگرده. و به همین دلیل خداوند در قرآن مجید در سوره مبارکه ویل للمطففین میفرمایند کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. این مشرکان که صحبتشون خداوند داره از آنها صحبت میکنه، دیگه هدایت نمیشن. آنها از نعمت هدایت و ایمان برای همیشه محروم گشتند. چرا؟ چون زنگار گناه دل آنان را پوشانده. و به همین دلیل میبینیم که رسول اکرم علیه السلام در حدیثی میفرمایند ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. تا اینکه میفرمایند الا و ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. اشاره به این مطلب میفرمایند که در شریعت و در دین حلال بر همگان آشکار، آنچه حرامم شده بر همگان آشکار و روشنه. اما بین حلال و حرام مسائلی است که در شبهه حلال و حرامه. مردمان زیادی به حقیقت اون پی نخواهند برد که حلال است یا حرام، میتونن انجامش بدن، میتونن ازش استفاده کنن یا اجازه اون را ندارن. سپس فرمودن آن فرد مسلمانی که از شبهات، از اشیای شبهدار بپرهیزد و اجتناب کند، با پرهیز کردنش از شبهات دین و حیثیت خود را پاک نگه داشته. و در پایان حدیث فرمودند آگاه باشید که در جسم شما، در جسد شما پارچه گوشتی است که چون اصلاح بشه تمام جسد اصلاح میشه. کل کردار و گفتار انسان در پی آن اصلاح میشه و اگر آن فاسد و تباه بشه کل بدن و تمامی حرکات و سکنات انسان فاسد و تباه میشه. و فرمودن آگاه باشید که اون قلبه، قلب حاکم بدنه. این قلب اگه تباه و تیره و سیاه شد دیگه انسان به کلی از خدا دور شده و امید بازگشتش بسیار کمه، مگر اینکه پروردگار معجزه‌ای کند و اون غافل از همه چیز بیخبر را به سوی خود بازگرداند. پس اون زمانی که بندگی گناه میکنه، بر گناه خودش اصرار می‌ورزه، از گناه خودش پشیمان نیست، دست از گناه نمیشوید، این گناهان و اصرار بر این گناهان قلبش را تباه و تیره و سیاه میکنه و این همون بی ایمانیه دیگه برای خدا عظمت قائل نخواهد بود، دیگه از عظمت پروردگار ترس و واهمه‌ای نخواهد داشت و چنین انسانی از دین و ایمان به در رفته. چه کسی اهل سعادته؟ آن که برای پروردگار عظمت قائل باشه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. آن که از مقام و عظمت پروردگارش بترسد و نفس خود را از هوا و هوس باز بدارد،
بهشت جایگاهشه. اینا سعادتمندن. اما اونایی که برای پروردگار عظمت قائل نیستن، از خدا و خشم و عذاب الهی بیم و ترس و واهمه‌ای ندارند، دیگه قید بندگی را شکستند و از دایره ایمان کاملا خروج کردند. و به همین دلیل پروردگار این افراد را مورد سرزنش قرار داده فرموده: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. چرا برای پروردگار اون عظمت و اون هیبت و اون جلالت و اون شکوه قائل نیستید؟ اونه که در حضور خدا گناه میکنه و در حضور پروردگار پرده دری میکنه و قانون شکنی میکنه، دیگه درونش از ایمان تهی گشت. برای اینکه باز مطلب واضح تر بشه اشاره به دلایل دیگه میکنیم ما. آن زمانی که انسان از ذکر و طاعت و عبادت خدا غافل بشه، یعنی به سوی گناه و فسق و فجور کشیده بشه، شیطان به سراغش میاد. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. و آن زمانی که شیطان به درون انسان راهی پیدا کرد، آن زمانی که شیطان تونست با بهره‌گیری از غفلت انسان به درون انسان، به قلب انسان نفوذ کنه، دیگه بر انسان مسلط و چیره میشه. و اگر شیطان بر انسان مسلط و چیره شد، انسان به کلی خدا را فراموش میکنه. و اینا همون حزب شیطانن، اینا همون پیروان شیطانن و پیروان شیطان زیانکارانن. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان بر آنان مسلط و چیره گشت و بعد از مسلط گشتنش کاری کرد که آنان خدا را فراموش کردند. اینا حزب شیطانن و حزب شیطان همون گروه زیانکارن. و بعد هر که خدا را فراموش کنه، خدا او را فراموش میکنه. و این از بدترین مجازات و عقوبات گناه است که خدای بخشاینده و مهربان بنده ای را به باد فراموشی بسپاره. نسوا الله فنسیهم. آنان خدا را فراموش کردند، پس خدا نیز آنان را فراموش کرد. و مطلب خطرناکتر که ما باید روش بسیار حساس باشیم که نتیجه گناه است، چنانکه دارم عرض میکنم، آن زمان که انسان خدا را فراموش کنه، خدا نیز او را فراموش میکنه و او را دچار عقوبت و مجازاتی تلخ و سنگین میکنه. مجازاتی که خیلی ها متوجهش نیستن. اینه بلکه بنده‌ای که خدا را فراموش کنه، خدا او را دچار خود فراموشی میکنه. یعنی گنهکار به جایی میرسه که به دنبال شره، تصور میکنه به دنبال خیره، فساد میکنه، تصور میکنه انسان مصلحیه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقتی به منافقان گفته بشه فساد نکنید، این همه در زمین تبهکاری نکنید، آنان در پاسخ میگویند ما که انسان‌های مصلح هستیم، به دنبال اصلاح جامعه ایم. قرآن میفرماید آگاه باشید که آنان مفسدن ولی درک و شعور اون را ندارن که بفهمن. چرا؟ چون دوچار خود فراموشی شدن. انسانی که دوچار خود فراموشی بشه دیگه خیر و صلاح خود را تشخیص نمیده، زشت و زیبا و خوبت را برای خود تشخیص نمیده،
و همین جاست که شما میبینی مردی که ادعای غیرتمندی داره در جمعی که اکثرا انسانهای بی تقوا جمعاً در حضور خودش همسرش یا دخترش با چند قلم آرایش به وسط میره، به رقص و پایکوبی میپردازه و خود نیز او را تشویق میکنه. ناموسش به وسط رفته، اونم در جلو چشمان نامحرم به رقص و پایکوبی پرداخته و خود خوشحال است و با خوشحالی تمام او را نظارت میکند. چرا چنین شد؟ چون خیر و سرای خود را فراموش کرد. قرآن مجید این چنین به این نکته اشاره میکنند. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ای مؤمنان مباشید همچون کسانی که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنان را دچار خود فراموشی کرد و آنان ملتی فاسقند، یعنی از طاعت و عبادت خروج کردند و به در رفتند. و ملت فاسق همون ملتی است که خداوند در قرآن مجید فرموده دیگه لیاقت هدایت شدن را ندارند، یعنی آنان از نعمت هدایت شدن قطعا محرومند. والله لا یهدی القوم الفاسقین. خداوند هدایت نمی کند ملت فاسق را. حال خودتون قضاوت کنید، چه مصیبتی از این بزرگتر و چه بلایی از این سنگینتر که انسان آنچنان سبکسر بشه، آنچنان عقلش ضعیف و ناتوان بشه، آن قدرت و آن توانایی عقلش را از دست بده که خیر و صلاح خود را تشخیص نده. غرق در فساد تصورش اینه که بهتر از دیگرانه و افضلتر از دیگرانه، پیرو شیطانه و تصور میکنه که مسلمانی است مؤمن. عرض کردم این عقوبت و این مجازات خیلی ها بهش دوچارن اما خودشون متوجه نیستن. و خدمت عزیزان اینو عرض کنم که بزرگترین و سنگینترین بلا و مصیبتی است که انسان در اون غرق باشه و خودش هم حالیش نشه. چرا؟ چون انسان اگه به درد و مصیبت و بلای خود آگاه باشه به دنبال علاجش میره، سعی کنه به نحوی برای آن درد و بلا و مصیبت خود علاج و شفایی بیابه، به دنبال درمان میره، به دنبال علاج میره. اما آن بدبخت و مصیبت زده‌ای که دچار خود فراموشی است و خودش حالش نیست، چه کسی میتونه او را متوجه این حقیقت کنه که سخت در عذاب خدا میسوزه و خودش در خواب غفلته؟ اینجاست که میبینید سنت است ما لااقل روزی 2 بار از شر اعمالمون به خدا پناه ببریم و این در دعای سید الاستغفار است که پیامبر علیه السلام هر صبح و شام آن را تکرار میکردند و میفرمودند اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، پناه میبرم به تو از شر اون چه انجام دادم. و در اون خطبه حاجی که از پیامبر علیه السلام روایت شده این چیزی ما میخونیم و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، پناه میبریم به خداوند از شر نفسمان و از زشتی‌های عملمان، پناه میبریم به خداوند از اعمال زشتمان. واقعا هم باید به خدا پناه برد، زیرا همین گناهان است که انسان را این چنین ذلیل و خوار میکنه و این چنین انسان را از لطف و کرم و مرحمت الهی
محروم میکنه. پس همه واقعا پیشگاه پروردگار دعا کنیم و بگیم پروردگارا به تو پناه میبریم از شر اعمالمان و از زشتی‌هایمان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.